سلام، به این گفتگوی ویژه خوش اومدید. اخیراً موضوع حمله نظامی علیه جمهوری اسلامی به یکی از بحث برانگیزترین موضوعهای روز بدل گشته. در این راستا محافل سیاسی و شمار زیادی از نخبگان را به خود مشغول کرده. در این ارتباط که آیا این حمله نظامی تا چه حد امکان دارد اتفاق بیفتد یا کی شروع خواهد شد، دیدگاهی مختلفی وجود دارد. از سوی دیگر هم قرار است اسفند ماه سال جاری انتخابات دور نهم مجلس شورای اسلامی ایران برگزار شود. در ارتباط با این انتخابات از همکنون شمار زیادی از اصلاح طلبان سابق و اپوزیسیون سراسری معتقدند که در ارتباط با این انتخابات گزینه تحریم را در پیش گرفت. این دو موضوع و چند تا پرسشم در ارتباط با بیانیه 14 شهریور دفتر سیاسی حزب دموکرات کردستان که در آن از شورای امنیت سازمان ملل درخواست کرده که حمایت بین‌المللی از مسئله کرد بشه، در این گفتگوی ویژه با جناب آقای خالد عزیزی در میان میگذاریم. آقای عزیزی، متشکریم از اینکه این فرصت رو در اختیار ما قرار دادید که بتونیم چند تا پرسش در ارتباط با موضوعهای روز با شما مطرح کنیم و از دیدگاه‌ها و نظرات حزب دموکرات کردستان مطلع بشیم. به عنوان اولین سوال اگر موافق باشید از این شروع کنیم. اکنون ما اگر مشاهده کنیم ایران در حوزه بین الملل با بحران‌های مختلفی مواجه گشته یا روبروست. به نظر شما این بحران‌ها به کجا میرسه یا ایران رو به کجا میبره؟ ما از دو منظر میتونیم مسئله بحرانسازی ایران رو در سطح بین المللی روش صحبت کنیم. منظر اول قضیه اینه که اصولاً ایران خودش این بحران رو درست کرده. در سطح بین الملل، در محافل بین الملل، در محافل دیپلماتیک، در رسانه‌های گروهی کشورهای آزاد و دموکراتیک تعریفی که از ایران میشه دقیقاً این حقیقت رو ثابت میکنه. اون هم اینه که ایران رو چطور شناسایی میکنن، چطور تعریفش میکنن. جمهوری اسلامی در سطح منطقه اسباب ناامنی است. جمهوری اسلامی جهت اینکه بحران داخلی خودش رو حل بکنه، بحران صادر میکنه، بحران تولید میکنه. جمهوری اسلامی در داخل ایران حقوق مردم رو نادیده میگیره. در ایران سنگسار وجود داره. در ایران زنان رو مجبور میکنن لباس مناسبی که جمهوری اسلامی هدفش هست بالاجبار بپوشن. در ایران یه واحد جغرافیایی هست، ملیت‌های مختلف از حقوق ملی خودشون محروم هستند. در ایران حتی بعضاً در رابطه با چگونگی رعایت تنوعات مذهبی میشه گفت به نحوی رژیم جمهوری اسلام یه رژیمی هست که بر اساس تبعیض و بخشن آپارتایدی برخورد به این تنوعات میکنه. بعد اگه از این قضیه هم بگذاریم، از منظر امنیتی منطقه‌ای جمهوری اسلامی پروژه اتمی خودش رو روش کار میکنه، در حالی که تولیدات صنعتی ایران یا توانایی اقتصادی ایران یا درآمدی که ایران از نفت داره به راحتی میتونه این مشکلات رو از مسیر کاملا صلح‌آمیز حلش بکنه. بنابراین این دیدی که در دنیای خارج تو محافل بین المللی رو ایران وجود داره دقیقاً یه دیدی است که به جمهوری اسلامی اعتماد ندارن، به پروژه های جمهوری اسلامی اعتماد ندارن. منتها مشکل کار اینه که مردم ایران مجبور هستن هزینه رفتار جمهوری اسلامی رو بدن. این میشه گفت این تعریفی است یا این شناختی است که در دنیای خارج از جمهوری اسلامی وجود داره. بله، بر اساس این مقدمه‌ای که شما گفتید و این بحرانایی که جمهوری اسلامی در منطقه درست کرده، آیا این احتمال وجود داره که آمریکا و متحدانش در نهایت ناچار شوند از طریق یک حمله نظامی با ایران برخورد کنند؟ اگه ما به طبیعت موضوعات و مسائلی که در رسانه‌های گروهی کشورهای آزاد و دموکراتیک روشون صحبت میشه، در مدت چند سال گذشته به کرات از گزینه نظامی علیه جمهوری اسلامی هم صحبت شده. موقعی که گزینه نظامی روش صحبت میشه دلیل بر این است که فشار جامعه بین المللی رو ایران در رابطه با قطعنامه‌هایی که شورای امنیت سازمان ملل تصویب کردن، حالا این فشارها چه اقتصادی باشه، چه دیپلماتیک باشه، چه سیاسی، چه تکنیکی یا چه پولی و بانکی باشه، به نتیجه نرسیده. بنابراین جامعه بین الملل و شورای امنیت خودشو مجبور میبینه که یک گزینه دیگه رو انتخاب بکنه.
موقعی که از گزینه نظامی صحبت میشه باید به دو حقیقت اشاره کرد. آیا این گزینه نظامی و شورای امنیت سازمان ملل روش تصمیم میگیره که ایران رو مجبور بکنه اگه خواستاش رو قبول نکنه با این سناریوی نظامی روبرو بشه، یا اینکه همونطور که در رسانه‌های گروهی روش صحبت میشه آیا خود آمریکا و اسرائیل هستن همچون سناریوی و فعال در صحنه سیاسی مربوط به ایران روش صحبت میکنن. به هر حال چه این برخورد نظامی باشه یا صرف نظر از گزینه مناسب نظامی که ازش صحبت میشه، اینجا دو موضوع دوباره ما باید بهشون اشاره بکنیم. یکی اینکه این جمهوری اسلامی است که خودش با صدف بحرانی که خودش درست کرده جامعه بین المللی و مجبور به یک گزینه نظامی میکنه. این مردم ایران نیستن، این ملت کرد در کردستان ایران نیست، این اپوزیسیون ایرانی نیستن، این جبهه وسیع ایرانی که برای دموکراسی کار میکنه مسئول نیست. پس اگه قرار باشه سناریوی جنگ در رابطه با ایران روش صحبت بشه، این سناریو فعال روش کار بشه، این جمهوری اسلامی مسئول این هست. چون جمهوری اسلامی کنوانسیون های بین المللی، منشورهای بین المللی، تعهدات خودش رو به عنوان یک دولت که عضو جامعه بین الملل هست به دو لحاظ نادیده میگیره. اول به لحاظ اینکه تعهداتی رو در رابطه با امنیت بین المللی و امنیت منطقه‌ای داره. دوم به لحاظ اینکه در مقابل مردم خودش جوابگو نیست. رژیمی که در داخل ایران اصولاً یه رژیم کاملاً مطلق دیکتاتوری و استبداد هست، چطور میتونه در رابطه با معادلات منطقه‌ای مسئول باشه؟ بنابراین دوباره من اینجا تأکید میکنم صرف نظر از حقیقت اینکه حمله نظامی به ایران یک گزینه احتمالی زودرس هست یا به لحاظ زمانی دیررس هست، دوباره جمهوری اسلامی مسئول پیش کشیده شدن همچون سناریویی هست. چون بالاخره شرطایی گذاشته شده واسه ایران. حالا که ایران این شرطها رو قبول نمیکنه، این تعهدات رو قبول نمیکنه، شاید مجبور باشه دیگه هزینه‌شو بده جمهوری اسلامی. خب حالا فرض کنیم که حمله نظامی علیه جمهوری اسلامی ایران صورت میگیره. به نظر شما این حمله جهت تضعیف جمهوری اسلامی است یا نه هدف از این حمله تضعیف این سرنگونی جمهوری اسلامی است؟ ببینید، برای من خیلی مشکله که بتونم در رابطه با جزئیات احتمالی حمله نظامی به ایران صحبت بکنم. اولا این خود جمهوری اسلامی و اونایی که به ایران حمله میکنن اونا هستن به هر دلیلی که شده سناریوی نظامی رو فعال کردن. بنابراین ما به عنوان حزب دموکرات و ملت کرد در کردستان ایران بخشی از همچون سناریویی نیست. چون این ما نیستیم که رو این مسئله تأثیر داریم. اگه جنگ بشه قرار باشه بین ایران و کشورهای خارج، حالا بگیم آمریکا و اسرائیل، حالا بگیم بین ایران و شورای امنیت سازمان ملل، بالاخره ایران مسئول این هست. آیا جنگ به نفع مردم ایران هست یا نیست؟ طبیعتاً مردم ایران جنگ ایران و عراق رو تجربه کردن، بعد مردم کردستان جنگ تحمیلی جمهوری اسلامی و رو ملت کرد تجربه کردن. بنابراین جنگ راه حل و گزینه مناسبی نیست. یعنی از این منظر میشه که گفت که شما با حمله نظامی مخالف هستید؟ از منظر انسانی، از منظر اینکه خود جمهوری اسلامی این بحران رو درست کرده، طبیعتاً ما موافق جنگ نیستیم. ما جنگ رو تجربه کردیم. اگه قرار باشه در ایران سناریوی جنگی راه حل مشکلات ایران در رابطه با جامعه بین الملل باشه، باید افکار عمومی مردم ایران در همچون حالتی دقیقاً متوجه جمهوری اسلامی باشه. آیا از یک دیدگاه دیگه این موجود داره که خیلی معتقدن در صورتی میتوان با حمله نظامی مخالفت کرد که امیدی به اصلاح یا رفرم در ایران وجود داشته باشه؟ شما مخالفتون از این دیدگاه است که امیدی به اصلاحات در ایران دارید؟ من فکر نمی کنم جمهوری اسلامی با این تعریفی که ما از مؤسسات مختلف حقوقی، مذهبی، سیاسی، نظامی این سیستم داریم در داخل خودش اصلاحاتی رو به وجود بیاره، با توجه به اینکه ولی فقیه قدرت مطلق رو در ایران داره. بنابراین من خوشبین نیستم که جمهوری اسلامی در داخل خودش اصلاحاتی رو به وجود بیاره. منتها خوشبین هستم که مردم ایران در ادامه مبارزات خودشون روز به روز به تدریج در یه جهتی حرکت میکنن
که جمهوری اسلامی در مقابل مردم در کلیت خودش قرار بگیره. یعنی ما اینا رو کاملا از هم جدا بکنیم. سناریوی جنگ سناریویی هست که دیگه جمهوری اسلامی مسئولش هست و مسئول عواقب این سناریو هم هست، نه مردم ایران، نه مردم کرد. اگه همچون سناریویی هم در ایران پیش اومد، مردم ایران صرف نظر از تنوعات ملی و مذهبی و مردم کردستان حق خودشونه در رابطه با منافع خودشون، منافع دموکراتیک و حقوق ملی خودشون در همچون سناریویی موضع بگیرن علیه جمهوری اسلامی. آیا عزیزی، یه موضوع دیگه این است که به اصطلاح بسیاری از تحلیلگران بر این باورن با توجه به خیزش‌هایی در کشورهای عربی اتفاق افتاد و در نتیجه این خیزش‌ها به هر حال در مصر و تونس انتخاباتی برگزار شد. در نتیجه این انتخابات مشاهده کردیم که به اصطلاح اسلامگراهای سنی قدرت رو به دست گرفتن. در این حالت خیلی معتقدند که اگه حمله نظامی علیه جمهوری اسلامی صورت بگیره، این حمله برای تضعیف جمهوری اسلامی است، چون مثلا غرب به یک کارت فشار نیاز داره که برای حفظ توازن قوا در منطقه، اون کارت هم جمهوری اسلامی است برای کنترل کشورهای عربی. نظر شما چیست؟ در رابطه با حمله احتمالی نظامی و تجربه کشورهای عربی و این تغییراتی که در این منطقه حالا در حال شکل گرفتن هست، من به دو موضوع اشاره میکنم. موضوع اول اینه که ما در داخل ایران به طور کلی و در داخل کردستان ایران به طور مشخص نبایستی همچون سیاستی رو داشته باشیم که مردم رو در انتظار قرار بدیم. یعنی مردم در داخل ایران منتظر باشن که آمریکا به ایران حمله میکنه، بنابراین رژیم جمهوری اسلامی از بین میره. بلکه باید خودشون رو این مسئله کار بکنن. این تغییراتی که در بخش دوم، این تغییراتی که در خاورمیانه حالا در حال شکل گیری است، میبینیم رژیم ها و حکومت های استبداد و دیکتاتوری به دنبال همدیگر سقوط میکنن و مردم احساس میکنن که در چگونگی اداره کشورشون به تدریج نقش دارن، مشارکت دارن و سهم میشن. این یه روند منطقی است که ما میتونیم اینو به عنوان یه توصیه، یه الهام واسه چگونگی حل این مشکلات در آینده ایران در دستور کار خودمون قرار بدیم. شما پیشنهاد میکنید که مدل کشورهای عربی چون مصر، تونس، لیبی در ایران تکرار بشه؟ خیلی مشکله که بگیم مدلی که ما در لیبی یا تونس یا مصر داشتیم این مدل رو تعمیم بدیم یا ازش نمونه برداری بکنیم و اینو در داخل ایران به عنوان راه حل در دستور کار خودمون قرار بدیم. منتها ما میتونیم روی این مسئله تأکید بکنیم که در عصری زندگی میکنیم که رژیم جمهوری اسلامی در این دنیای بزرگ و وسیع در میان 200 کشور یا 200 دولت که عضو سازمان ملل هستند، دوستان جمهوری اسلامی محدود به 4-5 کشور هست. بنابراین روند و تغییراتی که در سطح دنیا در حال شکل گیری هست، این هم یه پیام مشخص رو به مردم و یه سیگنال جدی رو به جمهوری اسلامی میده که جمهوری اسلامی آینده نداره. یعنی تغییرات در سیستم جمهوری اسلامی با مشارکت مردم بر اساس تنوعات ملی و مشارکت همه میتونه ایدئال ترین راه حل باشه. آقای عزیزی، در ارتباط با مسئله حمله نظامی علیه جمهوری اسلامی دیدگاهی مختلفی وجود داره. البته این دیدگاه مال کسانی است که مخالف حمله نظامی هستند. عده‌ای به هر حال از یک منظر تمامیت‌خوانه به مسئله می‌نگرند و معتقدند اگه هر گونه حمله نظامی علیه جمهوری اسلامی به هر حال نقض حاکمیت ملی و تمامیت ارضی ایران است. شمار دیگه هم به اصلاح یک زاویه حقوق بشری با این مسئله مخالفند. عده‌ای هم بر این باورند که حمله نظامی باعث تضعیف گفتمان اصلاح طلبی در ایران میشه. شما چه فکر میکنید؟ دیدگاه‌های مختلف در رابطه با این مسئله میتونه وجود داشته باشه. ما نبایستی یا بگم توصیه من به بخشی از اونایی که مسئله حمله نظامی و یا اختلافات جمهوری اسلامی با جامعه بین المللی و صرفاً از دید تهدید بهش نگاه میکنن، این دید خوبی نیست. بعضی مواقع چگونگی پشتیبانی جامعه بین المللی از مسائل دموکراسی در رابطه با جمهوری اسلامی و باید با یه فرصتی هم بهش نگاه بکنن. اصولاً من دوباره اینجا به این اشاره میکنم، سناریوی نظامی و اگه قرار باشه آمریکا یا اسرائیل یا جامعه بین الملل مطرح بکنه، روش کار بکنه، دلیل بر این نیست که به توصیه یه حزب سیاسی، یه جریان سیاسی یا
یه جناح علیه جمهوری اسلامی شده. اصولا اونها دیدگاه خودشونو دارن و این اختلافاتی که ایران با جامعه بین الملل داره تو اونجا مشکلات زیاد ایران رو تحریم میکنن، به ایران اعتماد نمیکنن، بیشتر محدود میشه به پروژه اتمی ایران، برنامه‌های اتمی ایران که بهش اعتماد نمیکنن. این هم شاید در آینده جمهوری اسلامی یه عقب نشینی بکنه، جامعه بین الملل هم خودش بالاخره به یه تجدید نظر در چگونگی برخورد خودش داشته باشه. اخیراً روزنامه گاردین چاپ لندن در یک مقاله نوشته که حمله علیه جمهوری اسلامی آغاز شده. استدلال نویسنده این مقاله تحریمایی است که به اصطلاح در جمهوری اسلامی و یا اشخاص و شرکت‌های وابسته به جمهوری اسلامی اعلام گشته و همچنین ماجرای ترور سفیر عربستان سعودی در ایالات متحده آمریکا. از سوی دیگه هم به اصطلاح رئیس جمهور ایران معتقده یا گفته که آمریکا و اسرائیل در صدد اینن که یک ائتلاف رو برای حمله نظامی علیه جمهوری اسلامی ایران تشکیل دهند. بالاخره شما موافق این هستید که یک حمله نظامی یا یک حمله اصلا خارج از اینکه نظامی یا حمله دیگه ای است با توجه به تحریم هایی که صورت گرفته تا به حال در ارتباط با در تحریم هایی که علیه جمهوری اسلامی صورت گرفته، آیا اینا میشه گفت که یک جنگ اعلام نشده است علیه جمهوری اسلامی؟ من معتقد هستم که حمله وسیع تبلیغاتی، دیپلماتیک، سیاسی، اقتصادی علیه جمهوری اسلامی خیلی وقت شروع شده. منتها اگه بخوایم رو مسئله حمله نظامی به ایران صحبت کنیم، واسه من خیلی مشکل به لحاظ زمانی و به لحاظ تکنیکی و به لحاظ قانونی رو این مسئله یه موضع مشخصی داشته باشم، چون مسئله حمله نظامی و بالاخره عواقب خودشو داره، شروع خودشو داره، یه جایی شروع میشه، یه جایی جنبه قانونی به خودش میگیره. هنوز من فکر نمی کنم این حمله نظامی رو ایران شروع شده. بالاخره با این موافق هستی که این تحریما یا این به اصطلاح تبلیغاتی که در رسانه‌ها میبینیم که شما به آن اشاره کردید یک جنگ اعلام نشده است؟ حملات سیاسی، تبلیغاتی، دیپلماتیک یا رسانه علیه ایران الزاماً و بالاجبار نمیتونه این نتیجه رو بده که حتما حمله نظامی هم میشه. من فکر میکنم میتونه با هم فرق داشته باشن. در دوران جنگ سرد، جنگ روانی بین ابرقدرت‌ها میشه گفت که چندین دهه طول کشید. این جنگ روانی که بین جامعه بین الملل و رسانه‌های گروهی کشورهای آزاد علیه جمهوری اسلامی وجود داره، شاید یه مدت دیگه هم طول بکشه. منتها اینجا روی این مسئله هم تأکید میکنم که جمهوری اسلامی ایران برای جامعه بین الملل، افکار بین الملل، کشورهای آزاد و دموکراتیک قابل تحمل و قابل قبول نیست. بله. خب از حمله نظامی بگذریم رو موضوع دیگه، اونم موضوع انتخابات مجلس شورای اسلامی است که قرار است اسفند ماه سال جاری در ایران برگزار شود. با توجه به اینکه این انتخابات اولین انتخابات بعد از انتخابات دور دوم که یک انتخابات جنجال برانگیز بود در ایران، این انتخابات بعد از این انتخابات جنجال برانگیز اولین انتخابات، شما این انتخابات دور نهم مجلس شورای اسلامی رو چگونه ارزیابی می‌کنید؟ در جمهوری اسلامی به تبعیت این سیستم و مؤسساتی که داره کاملا دیکتاتوری، مطلق‌گرا و استبدادی هست، ما انتظار اینو نداریم که انتخابات آزاد و دموکراتیک در ایران برگزار بشه. بعد منتها جمهوری اسلامی همیشه سعی کرده که از انتخابات در جهت برنامه‌های سیاسی خودش ازش استفاده بکنه و مردم هم سعی کردن در عرض چند سال اخیر اونا هم به نوع خودشون، به شیوه خودشون از انتخابات علیه جمهوری اسلامی استفاده بکنن. بنابراین در همچون رقابتی از یه طرف ما مردم و سازمان‌ها و احزاب دموکراتیک علیه جمهوری اسلامی و از طرف دیگر خود جمهوری اسلامی رو داریم. من معتقد هستم که تجارب انتخابات گذشته، مخصوصا انتخابات ریاست جمهوری، این نگرانی رو برای جمهوری اسلامی حالا دقیقاً درست کرده که سطح شرکت مردم در انتخابات چقدر خواهد بود. بنابراین بیشتر کارشون اینه که این سطح رو بالا ببرن. جمهوری اسلامی در مقایسه با انتخابات قبلی در داخل خودش بخشایی که قبلا بخشی از این سیستم بودن، اونایی که بهشون میگن اصلاح طلب،
یا تنوعات جنبش سبز، حالا این مسئله در داخل اونا مورد بحث قرار میگیره. یه دغدغه فکری واسه اونا هم درست شده که اصولا در انتخابات شرکت بکنن یا نکنن. این اولین دفعه است میشه گفت که در داخل جمهوری اسلامی بعضی از اونایی که قبلا خودی بودن حالا غیری خودی شدن، اونا هم روی این مسئله صحبت میکنن. من فکر میکنم این یه قدم به جلو هست که انتخابات و مسئله انتخابات در یه بعد وسیع‌تری در سطح جامعه ایران ازش صحبت میشه. منتها تا اونجایی که به مسئله کردستان و موضع حزب دموکرات برمیگردیم، مسئله کردستان یه ویژگی‌های مخصوص خودشو داره. این ویژگی‌ها ما باید بهش توجه بکنیم. در این حال که ما انتخابات رو از دید دموکراتیک و از منظر دموکراسی و حقوق مردم تحلیلش میکنیم، اینه که در داخل کردستان مردم کردستان چطور بتونن این پیغامو به جمهوری اسلامی بدن با یه موضع مشخص. موقعی که من از موضع مشخص صحبت میکنم منظورم اینه که انتظار این که این انتخابات دموکراتیک باشه که نیست. منتها ما میتونیم حداقل در جریان برخورد به چگونگی و روند انتخابات در داخل کردستان یه موضع وحدت طلبانی ملی علیه جمهوری اسلامی داشته باشیم که ازش استفاده کنیم. یعنی در واقع شما واسهتون مهمه که جایگاه ملت کرد در این انتخابات بسا کجاست؟ کاملا هم بایستی از این منظر به مسئله نگاه کنیم. اگه از این بگذاریم بسا یه سوال دیگه در این ارتباط مطرح کنیم، از همکنون بسا شمار زیادی از اپوزیسیون سراسری و اصلاح طلبان سابق بسا با این موافقند که در این انتخابات شرکت نکرد و گزینه تحریم رو در پیش گرفتن. به نظر شما این درسته یا تحریم در صورتی میتونه کارساز باشه؟ یه حزب سیاسی میتونه هم گزینه تحریم، هم گزینه تایید، هم گزینه بی‌طرفی یا ممتنع داشته باشه. کاملا طبیعی است. منتها ما از منظر منافع ملی ملت کرد در کردستان ایران باید یک گزینه انتخاب بکنیم، حالا که معتقد هستیم این انتخابات دموکراتیک نیست، که چطور میتونیم در راستا و در جهت منافع ملی کرد در کردستان ایران و مسئله دموکراسی و وحدت بین تمام تنوعات ملی ایران ازش استفاده بکنیم. مسئله چگونگی بسترسازی در جهت برنامه‌های خودمون علیه جمهوری اسلامی است. حالا با توجه به مسئله‌ای که شما مطرح کردی، آیا منفعت ملت کرد اینه که در این انتخابات شرکت کنه یا نه تحریمش کنه؟ به لحاظ زمانی ما هنوز تقریبا نزدیک به 3 ماه وقت داریم. در داخل حزب دموکرات ما برنامه‌مون اینه که این موضوع رو به بحث بگذاریم و حتی با مؤسسات مختلف مدنی در سطح ایران و در داخل کردستان ایران یه بحث و گفتگوی کاملا زنده داشته باشیم. در نتیجه همچون بحثی اون موقع ما یه موضع مشخص داشته باشیم. آیا از زیای با این نظر موافق هستید که هر موضعی که اپوزیسیون سراسری یا اصلاح طلبان گرفتن، مثلا تحریم انتخابات، موافقید که در کردستان هم از این موضوع بسا پیروی بشه؟ چون بسا مسئله جداست، بسا اپوزیسیون سراسری یا اصلاح طلبان قضیه واسه اونا دموکراسی و آزادی است در ایران، اما ملت کرد علاوه بر دموکراسی و آزادی حقوق ملیش بسا ارجحیت بیشتری داره. به لحاظ سیاسی و تاکتیکی من خودم معتقد هستم که یه جبهه وسیع ایرانی صرف نظر از تعلقات ملی و مذهبی در رابطه با انتخابات آینده علیه جمهوری اسلامی داشته باشیم. اگه بتونیم حداقل ها هم به توافق برسیم. به طور مشخص در رابطه با کردستان ما بایستی روش بیشتر صحبت بکنیم. ما بایستی با سازمان و احزاب دیگر کردی کردستان ایران این موضوع به بحث بگذاریم. اگه اون موقع ما این بحثا رو پیش کشیدیم، یه موضعی که تمام جریان‌های سیاسی کردستان روش توافق داشته باشند، این موضوع در داخل کردستان ایران در بین مردم روش بس بشه، این موضوع واسه ما اهمیت بیشتری داره. خب این آمادگی در میان سازمان و جریانات سیاسی در کردستان وجود داره که علیرغم به اصطلاح گذشته یا برخلاف گذشته بگیم بهتره این بار در ارتباط با این انتخابات یک موضوع مشترکی رو اتخاذ کنن؟ کار آسونی نیست، مشکل هست، منتها باید روش کار کرد. ما هم دقیقا روش کار میکنیم. پیش بینی خودتون چیست؟ آیا این به اصطلاح ممکنه در نهایت به این برسید که یک موضوع مشترکی باشه؟ من فکر میکنم که زمینه حالا بهتره، میتونیم روش صحبت بکنیم. ما سعی میکنیم که با بقیه هم این موضوع روش بحث بکنیم حتما. بله. اگه از یک منظر دیگه به مسئله بنگریم، مسئله سوریه است. اگه مسئله سوریه
در این بسا قبل از انتخابات ایران به جای برسه و معترضین در سوریه بتونن به سلطه بشار اسد پایان دهن، خیلی ها معتقدن که احتمال دارد غرب یا آمریکا در جریان انتخابات که یک فضای بسا ایجاد میشه یا مهیا میشه، ایران رو با بحرانی بسا همشیوه بسا کشورهای عربی بسا دوچار کنن. نظر شما چیست؟ قطعاً سقوط رژیم بشار اسد و استقرار دموکراسی هرچند نسبی هم باشه در سوریه به معنی اینه که یکی از متحدین جمهوری اسلامی در منطقه از بین رفته. این بدین معنی است که جمهوری اسلامی دوباره در منطقه با مشکلات جدی روبرو خواهد شد. بنابراین از منظر چگونگی تأثیر این تحولات در داخل ایران و در آینده ایران، طبیعتاً سقوط رژیم بشار اسد به مراتب مهمتر هست واسه ایران تا سقوط رژیم قذافی و رژیم مصر و ایران. خب قطعاً تاثیر داره، ولی مسئله اینه که آیا در این انتخابات بعد از مسئله سوریه ممکنه اعتراضات یا خیزش مردمی در ایران اتفاق بیفته؟ اگر رژیم سوریه قبل از انتخابات ایران سقوط بکنه، طبعاً میتونه رو چگونگی و روند و تحلیل انتخابات و انتظارات مردم و تحلیل جمهوری اسلامی تأثیر داشته باشه. بله، از این موضوع هم بگذریم. بریم سر بیانیه به اصلاح 14 شهریور دفتر سیاسی حزب دموکرات کردستان در ارتباط با حمایت بین‌المللی از مسئله کرد. در این ارتباط همونطور که مشاهده کردید به هر حال عده‌ای به مخالف، عده‌ای هم به موافق به اصلاح روی این موضوع بحث کردن و انتقادات و بحث‌های مختلفی به اصلاح به میدان اومده. نظر خودتون رو میشنویم. اطلاعیه دفتر سیاسی حزب دموکرات در رابطه با چگونگی درخواست پشتیبانی بین‌المللی از حقوق ملت کرد و اینکه در رابطه با چگونگی برخورد جمهوری اسلامی به مسئله ملی و مسئله کردستان موضع داشته باشند یا اینکه از حقوق دموکراتیک ما پشتیبانی بکنن یا اصولاً بی‌طرف نباشند، به مسئله ما، به خواست ما کمک بکنن، کاملا منطقی و کاملا اصولی بود. منطقی و اصولی بدین معنا در تمام قوانین بین المللی، منشورهای بین المللی اونجا درج شده که حکومت‌های مرکزی باید حقوق دموکراتیک شهروندان خودشون رو رعایت بکنن. اونجا حتی از حق تعیین سرنوشت واسه ملت صحبت شده. ما در دنیای زندگی میکنیم که یک کشور خودش نمیتونه به میل خودش بر اساس همون ارزش‌هایی که خودش روش کار میکنه تمام یا همون ارزش‌های به حساب جمع واسش تعیین میکنن. در داخل ایران که متاسفانه جمع این امکان بهش داده نشده که بتونن ارزش‌ها در تطابق و مطابق همون اصول کشورهای دموکراتیک واسه جمهوری اسلامی دیکته بکنن و جمهوری اسلامی مجبور و خودش رو ملزم ببینه که اونا را رعایت بکنه. بنابراین اطلاعی که ما دادیم دقیقاً در راستای تثبیت پشتیبانی بین المللی از جنبش دموکراسی خواهی در ایران و مسئله کرد بود. حزب دموکرات کردستان سیاستش چطوریه؟ چه حزبیه؟ درخواست چی رو میکنه؟ ما در تمام دورانی که علیه رژیم شاه و رژیم جمهوری اسلامی در حال مبارزه بودیم تأکید کردیم که حل مسئله کردستان ایران تنها و تنها از طریق گفتگو و مذاکره و دیالوگ بوده. این جمهوری اسلامی بوده. راه حل شما مسالمت آمیز بوده. همیشه ما راه حل مسالمت آمیز رو انتخاب کردیم که با خب برخلاف این الا خیلی از منتقدین یا کسانی که در نقد یا مخالفت با بیانیه شما به اظهار نظر کردن یا نوشتن معتقدند که این بیانیه شما در دعوت از نیروهای خارجی جهت دخالت نظامی در ایران. ببینید در گذشته هم بعد از اینکه مذاکرات هیئت نمایندگی مردم کرد در کردستان با نمایندگان جمهوری اسلامی که اون موقع بیشتر دولت آقای بازرگان و بعد هم خود آقای بنی صدر کمی ازش پشتیبانی کردن، موقعی که ناموفق شد سیاست جمهوری اسلامی کاملا مشخص بود. اگه ما به 31 سال قبل برگردیم، آیت الله خمینی در رابطه با حل مسئله کردستان مسئله جهاد رو پیش کشیدند. حالا یه ملت در داخل ایران، کردها در داخل ایران، دولت مرکزی واسه اینکه عوض اینکه دنبال حل دموکراتیک و صلح‌آمیز بره، مسئله اعلام جهاد و علیه مردم خودش انتخاب میکنه. این ملت
چطور باید در داخل ایران احساس امنیت بکنه. جمهوری اسلامی بعد از آیت الله خمینی دقیقاً همان سیاست رو ادامه داده. برنامه ما در رابطه با طرح این مسئله در این راستا بود: اگه جمهوری اسلامی نمیتونه در داخل ایران حقوق مردم کرد رو رعایت بکنه، بهش احترام بگذاره، به لحاظ امنیتی کردستان و بادیر امنیتی بهش نگاه میکنه و اصولا تمام راه حل هایی که برای قضیه کردستان داره نظامی است، اعدام، شکنجه، محروم کردن کردستان به لحاظ مختلف اجتماعی و اقتصادی و اینا. حالا که این ملت در داخل ایران همچون امنیتی نداره، بالاخره باید به یه جایی بگه جمهوری اسلامی جوابگو نیست، تبعیض هست. بخشن جمهوری اسلامی در رابطه با کردستان سیاست آپارتایدی هم داره. حالا که جمهوری اسلامی جوابگو نیست، این سیاست رو داره، بالاخره ما احتیاج به پشتیبانی شما داریم. درخواست حزب دموکرات در همچون جهتی بوده. ما در اطلاعیه خودمون ببخشید آقای عزیز، هدف شما این بوده که به اصطلاح از طریق حمایت یا حفاظت بین‌المللی بتونید به اصطلاح یک وضعیت رو درست کنید که در آینده گونه جنگ یا خشونت علیه ملت کرد صورت نگیره؟ سیاست ما همیشه این بوده که از طریق خشونت و جنگ مشکلات سیاسی و ملی مردم کردستان رو نمیشه حلش کرد. بنابراین این بخش که جزء بدیهیات هست تو فرهنگ حزب دموکرات و راه حل‌های حزب دموکرات، کاملا این پیغام رو باید بده به مردم ایران که درخواست حزب دموکرات کردستان کاملا درخواست انسانی بوده و در همچون جهتی بوده. منتها این انتقاداتی که از حزب دموکرات شده اخیراً در رابطه با این اطلاعیه، من از یه دیدگاه دیگه بهش برخورد میکنم. اونایی که از ما انتقاد کرده اند، چرا اونا این انتقاد و متوجه جمهوری اسلامی نمی کنن که ملت کرد بیشتر از 32 سال هست با جمهوری اسلامی در حال مبارزه هست، همیشه هم طرفدار دموکراسی و آزادی و حل صلح آمیز مسئله خودش بوده. این جمهوری اسلامی بوده که نادیدش گرفته. بخشی از اونایی که از ما انتقاد کردن قبلا خودشون بخشی از جمهوری اسلامی بودن، حالا که به مخالفین جمهوری اسلامی تبدیل شدن، اونا دوباره از جهت دیگه‌ای از حزب دموکرات و از مسئله کردستان انتقاد میگیرن. به نظر من اونا میبایستی بگن که از یک منظر پان ایرانیست به نظر شما؟ دقیقاً به نظر من اونا میبایستی بگن که مردم کردستان، آزادی خواهان ایران، احزاب دموکراتیک، ما بایستی از مردم کرد پوزش بخواهیم به علت اینکه جمهوری اسلامی قبلا آیت الله خمینی علیه این ملت به شیوهی راه حلشو در جهاد خلاصه کرد. ما در ترکیه میبینیم حالا در چگونگی برخورد به تاریخ مسئله کرد در ترکیه، حداقل در رابطه با قضیه درسیم، دو حزب اصلی ترکیه با هم مناقشاتی دارن که بایستی از مردم کرد پوزش بخواهند، یعنی بایستی معذرت بخواهند. ما این انتظار رو داریم که در داخل ایران سازمان ها و احزاب سیاسی حقیقتاً از همچون دیدگاهی به مسئله برخورد بکنن. بله. آقای عزیزی، در مثلا همین ارتباط منتقدینش اون بیاننامه دفتر سیاسی حزب دموکرات کردستان اینو یه مستمسکی کردن برای متهم کردن حزب دموکرات کردستان به تجزیه طلب بودن. نظر شما چیست؟ در رابطه با تجزیه طلبی ما خیلی وقت این موضوع روش صحبت کردیم. راه حل ما اینه: ما معتقد هستیم که ایران یه واحد جغرافیایی است. ملیت‌های مختلف در داخل این واحد جغرافیایی با هم زندگی می‌کنند. بهترین راه حل واسه این که ایران در آینده با توجه به حقوق ملی تمام این ملیت‌ها دوباره بتونه ادامه پیدا بکنه اینه که یه حکومت فدرالی، سیستم فدراتیو داشته باشیم. این راه حل ماست واسه آینده ایران. در این راه حل تطابق داره با کشورهایی که تنوعات مختلف ملی و مذهبی و جغرافیایی دارن. این راه حل هم تونسته این واحد جغرافیایی در این کشورها تقریبا بتونه نگهداری بکنه ازش. مسئله تجزیه طلبی، اگه ما قرار باشه با هم ایران رو اداره بکنیم، کردها هم در چگونگی اداره ایران مشارکت داشته باشند و ایران اون موقع برای تمام ملیت‌های مختلف به طور مشخص کردها جذابیت داشته باشه، در چگونگی اداره کشور سهیم باشیم، در منطقه کردستان خود کردها منطقه کردستان رو اداره بکنن، چه لزومی داره که اون موقع ما از تجزیه طلبی صحبت بکنیم؟
منتها در ایران در زمان رژیم قبلی و در زمان جمهوری اسلامی همیشه سعی کردند که افکار عمومی مردم در داخل ایران، در خارج از کردستان، در رابطه با مسئله کرد چنین بهش برخورد بکنن که کردها دنبال تجزیه و طلبی و اینا هستند. اگه مسئله مشارکت و مسئله تجزیه طلبی و از منظر حقوق بهش نگاه بکنیم، باید بگیم که این دولت‌های مرکزی هستند به علت عدم توجه به حقوق ملی. مرکزگرایان اگه بگیم مرکزگرایان هستند، یا اونایی که در قدرت هستند در مرکز، نه اونایی که در تهران زندگی میکنن. اونایی که در قدرت هستند مسئله مردم کرد رو نادیده میگیرن، مسئله کردستان رو به حاشیه میکشن. این اونا هستند که گریز از مرکز رو به مردم کرد تحمیل میکنن. سیاست حزب ما این بوده اگه بخوایم ایران امنیت داشته باشه، دموکراسی درش وجود داشته باشه، همه با هم ایران رو باید اداره بکنیم. اگه قرار باشه این درخواست ما، این پیغام ما، این راه حل دموکراتیک و انسانی و مشارکت ما در صحنه سیاسی ایران، جریان‌های مختلف، دولت‌های مرکزی بهش توجه نکنن، این اونا هستن مسئول تجزیه ایران. این ما نیستیم که ایران رو تجزیه میکنن. اون موقع مردم کرد، ملت کرد در کردستان ایران حق خودش از گزینه‌های مختلف صحبت بکنه، راه حل‌های دیگر رو هم پیش بکشه. بله آقای عزیزی، به عنوان آخرین سوال در همین ارتباط، خیلی معتقدن که بانی دفتر سیاسی حزب دموکرات تحت تاثیر احساسات قرار گرفته و با توجه به خیزشایی که در کشورهای عربی مشاهده کردیم خواستار تکرار سناریو الگوی لیبی در ایران بوده. آیا این چنین است؟ قطعا این اطلاعیه تحت تأثیر احساسات تجربه لیبی قرار نگرفته، منتها این اطلاعیه به موقعیت فعلی جهان، مسئله حقوق، الزامات و تعهداتی که شورای امنیت سازمان ملل، جامعه بین المللی داره و باید داشته باشه و انتظاراتی که ما داریم مربوط است. بعد این یه چیزی ابتدا به ساکن هم نیست. در گذشته هم دکتر قاسملو در یه نامه به دبیر کل سازمان ملل متحد، فکر کنم بیشتر از 20 سال باشه، 25 سال قبل، در یه نامه به ادوارد شوارتنادزه وزیر خارجه وقت سوویت سابق این مسئله رو پیش کشیده. حتی در جریان جنگ ایران و عراق، اینو بگم، حزب دموکرات کردستان در نامه‌ای که اون موقع فکر کنم واسه آیت الله خمینی که نوشته بود، اونجا دقیقاً درج کرده بود اگه جمهوری اسلامی به حقوق ملی ملت کرد در کردستان ایران توجه داشته باشه، یه راه حل دموکراتیک رو پیش بکشه، یه توافق نسبی در رابطه با حقوق کردها در ایران بهش اعتراف بشه، حزب دموکرات کردستان آماده هست پیشمرگان خودش رو به جبهه‌های جنگ علیه حکومت عراق بفرسته. پس اطلاعی که ما دادیم، تحلیلی که ما کردیم، موضعی که ما داشتیم مطلقاً ابتدا به ساکن هم نبوده. در گذشته ما این کارو کردیم. این سابقه تاریخی داره. این کاملا سابقه تاریخی داره. مثلا در تفکرات و سیاست‌های حزب دموکرات کاملا سابقه تاریخی داره. ما به لحاظ اصولی که حل مسئله کرد و در حال حاضر در چارچوب ایران می‌بینیم، سیاست و مواضع ما در چگونگی تعریف این موضوع هست. منتها عکس العملی که بعضی از دوستان ایرانی داشتن فکر کنم عجولانه بوده. فکر کنم هنوز مسئله 32 سال مبارزات مردم کرد و در کردستان علیه جمهوری اسلامی نادیده گرفتن و باید اینو قبول بکنن که مبارزات کرد در کردستان ایران کاملا قابل دفاع بوده. بعد من میخوام به یه مسئله هم اشاره بکنم اینجا دقیقاً. اون هم اینه که این دوستان صرف نظر از اعتقادات سیاسی و ایدئولوژیک و حزبی که دارن، با چشم تهدید یا از دیدگاه اینکه کردستان تهدید هست بهش نگاه نکنن، کردستان رو به عنوان یه فرصت ببینن. نمونه مشخص اینه در عراق، کردستان عراق در عرض چند سال گذشته به لحاظ وجود مؤسسات دموکراتیک، تجربه دموکراسی، چگونگی کمک به روند دموکراسی در سرتاسر عراق در رابطه با حل فدرالیسم دقیقاً یه فرصتی شده برای عراق. چرا کردستان رو به عنوان یه فرصت بهش نگاه نکنیم؟ چرا هر موقع از کردستان و کردستان ایران و حل مسئله ملی کرد و مواضع حزب دموکرات روش صحبت میشه، دوباره این ذهنیت نابجا و نادرست مطرح بشه که کردها دنبال تجزیه طلبی هستند؟ کردستان ایران
میتونه برای آینده ایران یه فرصت مناسبی باشه. امیدوارم که این گفتگو و دیالوگی که ما با تنوعات ایرانی داریم در همچون جهتی بیشتر کمک بکنه به چگونگی قبول این واقعیت. بله، خیلی متشکریم آقای عزیز. منم از شما متشکرم. بینندگان عزیز، بدین ترتیب به پایان این گفتگوی ویژه رسیدیم. از اینکه با ما بودید متشکریم. تا گفتگوی دیگه و یک برنامه دیگه، بدرود.